سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. هر کجا که هستید سعی و سلامت باشید. در این ویدیو قراره نحوه ثبت نام، احراز هویت و انجام معامله در سایت دریا گلد یا همون اتاق طلای دریا گلد رو خدمتتون توضیح بدم. سایت معتبریه. تا به امروزی که این ویدیو رو من دارم ضبط میکنم گزارش کلاهبرداری از این سایت منتشر نشده. ارزم به حضورتون ویژگی‌های منحصر به فردی داره این سایت نسبت به الباقی رقبا. حالا ویژگی‌ها چیه؟ سرعت اجرای معاملات بسیار بسیار بالاست. نسبت به الباقی سایت ها شفافتر داره کار میکنه، یعنی نمیاد سر مخاطب رو شیره نمیماله. زمانی که شما تو سود هستی سود کمتری رو براتون محاسبه بکنه، زمانی که در ضرر هستی ضرر بیشتری رو براتون محاسبه بکنه. نه، از این کارا نمیکنه. خیلی شفافه، خیلی روشنه. واریز و برداشتش خیلی سریع انجام میشه و علاوه بر این پشتیبانی خیلی خوبی رو دارن. شما در گوگل میتونید سرچ بکنید دریا گلد، آدرس دامنش، آدرس سایتش رو هم اینجا دارید مشاهده میکنید. همکار من زوم میکنه که شما آدرس سایت رو ببینید. نحوه ثبت نام و احراز هویتش خیلی خیلی ساده و راحت هست. بدون دنگ و فنگ میتونید این کار رو انجام بدید. هم حالت دمو داره، هم حالت ریل داره. یعنی چی؟ یعنی شما برای اینکه با این سایت آشنا باشید، نحوه معامله رو یاد بگیرید، نمیخواید بیاید یه دونه پول واقعی بذارید در حالت ریل معامله بکنید که ضرر متوجه حساب شما بشه. به همین جهت خود سایت دریا گلد اومده حالت دموی رو رونمایی کرده، ایجاد کرده که افرادی که تازه کار هستن، با بازار اونس و با بازار مظنه تا حالا کار نکردن، با اتاق طلا تا حالا کار نکردن، بتونن اینجا به صورت آزمایشی و دمو فعالیت خودشون رو انجام بدن. سرعت سایتش بسیار بسیار بالا هستش. خب اگر اینجا دقت بکنید میبینید دو تا بازار رو داره پشتیبانی میکنه، بازار اونس و بازار مظنه. هم حالت دمو داره، حالت دموش هم اونس و مظنه رو شما دارید. میتونید وارد قسمت قوانین بشید، قوانین استفاده از سایت رو مشاهده بکنید. این بالا در این ناحیه که میبینید میتونید تم صفحه کاریتون رو تیره بکنید یا روشن بکنید، روز بکنید یا شب بکنید. خب برای ثبت نام دقیقاً زیر همین ویدیو من یه دونه لینک ثبت نام براتون گذاشتم. روی این لینک کلیک بکنید، وارد بخش ثبت نام اتاق طلای دریا گلد میشید. اگر بر اساس این لینک که لینک مختص ما هست ثبت نام خودتون رو انجام بدید، هم بهتون بونوس تعلق میگیره، هم تخفیف در کارآموز معاملات تعلق میگیره و به رایگان میتونید عضو چنل VIP ما هم بشید. ارزم به حضورتون پس لازم روی این لینک کلیک بکنید. ما هفتگی، ماهانه به اعضایی که زیر مجموعمون هستن بونوس میدیم 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، که یک کمکی بشه برای شما که بتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. خب من روی لینک کلیک میکنم، با همچین صفحه‌ای مواجه میشم. برای ثبت نام شماره‌تون رو اینجا شما وارد بکنید لطفاً. بعد از اینکه شماره رو وارد کردید روی گزینه دریافت کد تایید کلیک بکنید. یه دونه کد 4 رقمی برای موبایل شما، برای شماره تلفن شما SMS میکنه که لازم این کد رو در این ناحیه شما وارد بکنیدش. رو گزینه ورود به حساب من کلیک میکنم. الان به راحتی ثبت نام من انجام شده. برای اینکه بتونم ثبت نامم رو کامل بکنم، بتونم از خدمات سایت دریا گلد استفاده بکنم، لازمه که احراز هویتم رو انجام بدم. برای احراز هویت من چیکار میکنم؟ الان من وارد پنل کاربریم هستم، وارد داشبوردم. خب ببینید پنل کاربری، میام پایین اسکرول میکنم، میام پایین نوشته احراز هویت تکمیل نشده. نیاز به احراز هویت دارید شما. رو گزینه تکمیل احراز هویت کلیک بکنید. چیز خاصی ازتون نمیخواد، فقط یه دونه کد ملیتون رو میخواد، یه دونه تاریخ تولدتون رو میخواد و یه دونه شماره کارت شما که باید این شماره کارت آبربانک متعلق به خودتون باشه، چون همه اینا رو سیستمی میاد چک میکنه. کد ملی و شماره کارت باید همخوانی داشته باشه. نمیتونید شماره کارت یک شخص دیگه رو شما اینجا وارد بکنید. پس اینا رو حتما بیاید تکمیلش بکنید دوستان عزیزم. من الان این کار رو انجام میدم. خب دوستان عزیزم دقت بکنید، من کد ملی، شماره کارت، تاریخ تولد رو وارد کردم. رو گزینه ثبت و ادامه کلیک میکنم. الان نوشته احراز هویت شما در حال بررسیه.
تقریباً 2 الی 3-4 ساعته احراز هویتتون اگر مشکلی نباشه درش تایید میشه و بعد میتونید برید واریز و برداشت خودتون رو انجام بدید، میتونید معاملات خودتون رو استارت بزنید و هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت. در روزهای کاری معمولا 2 الی 4 ساعته، اما در روزهای غیر کاری که بازار تعطیل بسته هستش معمولا 5-6 ساعته احراز هویت شما رو تایید میکنن. بعد از اینکه احراز هویت حساب من تایید شد، میرم مراحل بعدی رو هم خدمتتون توضیح میدم. خب دوستان عزیزم، در قسمت قبلی، در بخش قبلی ما نحوه ثبت نام و احراز هویت در اتاق طلای دریاگلد یا همون سایت دریاگلد رو خدمتتون توضیح دادیم. الان قرار نحوه واریز و برداشت و انجام معامله به انضمام بحث پشتیبانی در اتاق طلای دریاگلد رو خدمتتون کامل توضیح بدم. این ویدیو بسیار بسیار مهمه، لطفاً خواهش میکنم این ویدیو رو 2-3 مرتبه ببینید که تمامی سوالات ذهنی شما پاسخ داده بشه، دیگه بدون هیچ مشکلی بتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. خب من الان وارد پنل کاربریم شدم، روی گزینه پنل کاربری بزنم در بالا. خب اینجا داره تمامی اطلاعات رو به من نشون میده، تمامی اطلاعیه ها خدمتتون نمایش داده میشه و میام پایینتر بخش قسمت خدمات اصلی. رو گزینه حساب کاربری اگر بزنم، خب اطلاعات حساب کاربری رو به من میده که میگه وضعیت من احراز شده هست. شما اول باید وضعیت خودتون رو احراز بکنید، یعنی احراز هویت رو باید انجام بدید، بعد بتونید واریز و برداشت داشته باشید، بعد بتونید معاملات خودتون رو انجام بدید. قسمت بعدی قسمت کیف پول هست که واریزها و برداشت‌ها در قسمت کیف پول انجام میشه. من رو چپ کلیک میکنم، اینجا گزینه واریز رو داریم، اینجا گزینه برداشت رو داریم. شما برای اینکه بتونید معاملات خودتون رو استارت بزنید لازمه خب اول واریز وجه داشته باشید. برای واریز وجه من رو قسمت واریز کلیک میکنم. 2 تا قسمت داره، درگاه بانکی که فعلا موقتا غیر فعاله، در دسترس نیست، ولی خب فعال که بشه میتونید خیلی راحت روش کلیک بکنید و مبلغی که میخواید واریز بکنید رو وارد میکنید و بعد به درگاه بانک وصل میشید، آنی حسابتون شارژ میشه. یه حالت دیگه داریم، حالت کارت به کارت، که شما باید در این ناحیه کارت خودتون که به نام خودتون هست رو که معرفی کردید به سایت دریاگلد در این ناحیه باید انتخاب بکنید. میتونید چند تا کارت رو انتخاب بکنید، مشکلی نداره. و اینجا میتونه شماره کارت مقصد بهتون میده که برای بانک ملی هست. شما میتونید کپی بکنید، حتما باید به این شماره کارت واریز داشته باشید. 1 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، هر چقدر که میخواید در چند نوبت میتونید واریز بکنید، هیچ مشکلی نداره. بعد از اینکه واریز کردید روی گزینه واریز کردم، اعلام واریز کلیک میکنید و اطلاع رسانی میشد. بعد از چند دقیقه حساب شما شارژ میشه. حالا وقتی میخواید برداشت بکنید، من یه نکته رو تو پرانتز بچه‌ها بهتون بگم. برای واریز حتما این کارتی که انتخاب میکنید امکان داره 10 تا کارت اینجا شما معرفی کرده باشید به سایت دریاگلد. هر کارتی رو که انتخاب میکنید باید دقیقاً از همون کارت واریز رو برای مجموعه انجام بدید و بعد رو گزینه اعلام واریز کلیک بکنید، چون اینا وقتی میان ردیابی میکنن که ببینن با کدوم کارت واریز شده، نباید تداخلی ایجاد بشه، باید کارت درسته رو انتخاب بکنید و از همون کارت واریز رو انجام بدید. وقتی رو گزینه برداشت من کلیک بکنم، میتونم موجودی حساب خودم رو برداشت بکنم. طبیعتا الان من با شما ثبت نام کردم، موجودی ندارم که بخوام برداشت بکنم، اما برای برداشت خیلی راحت، هر موجودی که بخوام رو اینجا می‌نویسم. مثلا من 10 میلیون تومان موجودی دارم، من میگم مثلا 3 میلیون تومانش رو میخوام برداشت بکنم. مبالغ به تومان هست، مد نظر قرار بدید. حداقل مبلغم 50,000 تومانه. میگه به کدوم کارتت میخوای بشینه پول. من اینجا هر کارتی که دارم رو انتخاب میکنم، مثلا بانک کارآفرین، و رو گزینه ارسال کد کلیک میکنم. یه دونه کد تایید برای شماره تلفن من ارسال میشه. کد تایید 4 رقمی رو من از تلفن موبایلم برمیدارم، الان برای من اومد مثلا 1597. رو گزینه درخواست برداشت کلیک میکنم. دیگه الان شما موجودی نداری که بخوای برداشت بکنی و همینجور بهم خطا داده. و نکته‌ای که هستش، واریزها خیلی سریع انجام میشه در سایت دریاگلد. یعنی الان شما درخواست برداشت رو که بزنید، بعد از 8 ساعت، حد اکثر 24 ساعت، حالا اینجا در پولش نمیشه 48 ساعت، اما 24 ساعته براتون واریز رو انجام میدن. میام پایینتر،
خب اینجا رو گزینه تاریخچه داریم که میتونید تاریخچه برداشت ها و واریز هاتون رو اینجا مشاهده بکنید. من رو گزینه پنل کاربری میزنم، به ترتیب میخوام خدمتتون توضیح بدم. حساب کاربری رو گفتم، کیف پول رو گفتم و میرسیم به بخش تاریخچه. روش کلیک میکنم. اینجا تاریخ واریز ها میاد میگه چقدر شما کلا واریزی داشتید، مبلغ واریزیتون چقدر بوده. بر اساس تاریخ میاد بهتون فیلتر میکنه و وضعیت و گزارش رو تقدیم حضورتون میکنه. و اینجا هم تاریخچه برداشت ها رو داره که بر اساس تاریخ و وضعیت میاد بهتون میده. اینجا تاریخچه معاملات اونس رو داره یا همون طلای جهانی و اینجا معاملات مظنه، یک مسخال طلای 17 عیار. مظنه یعنی یک مسخال طلای 17 عیار. تاریخ معاملاتتون، تاریخچه معاملاتتون که چقدر شما سود کردید، چقدر باخت دادید، زمان معاملاتتون کی بوده رو میاد اینجا براتون لیست میکنه. خب من میام در قسمت پنل کاربری و پایینتر قسمتی داره تحت عنوان حساب بانکی. من رو شب کلیک میکنم. الان من یک دونه کارت رو معرفی کردم، میتونم رو افزودن حساب بزنم. شماره کارت های دیگم رو هم اینجا من به مجموعه دریا گلد معرفی بکنم. رو گزینه افزودن حساب میزنم و بعد از چند دقیقه حساب من تایید میشه و میتونم از این کارت واریز داشته باشم به دریا گلد یا برداشت بکنم به این کارتی که معرفی کردم پول بشینه. فقط این کارت باید به نام خودتون باشه. میام پایینتر قسمتی داریم تحت عنوان پشتیبانی. شما هر سوالی که داشته باشید میتونید از پشتیبانی دریا گلد بپرسید. روی گزینه پشتیبانی من کلیک میکنم. میگه موضوع تیکتتون چیه؟ مثلا میگم عدم واریز. خب عدم واریز. بعد اینجا میاد دسته‌بندی رو سورت میکنید، رسته مد نظر خودتون رو انتخاب میکنید. مثلا من برداشت رو میزنم. هر سوالی که داشته باشم اینجا میپرسم و ثبت تیکت رو میزنم. سریعا پاسخ میدن، اما در پر میگه ما یک روز زمان میبره که پاسخ شما رو بدیم، اما سریعتر پاسخ میدن. یه نکته این بچه بهتون بگم، تو تلگرام هم میتونید از این آیدی سوالاتتون رو بپرسید، خیلی سریع پاسخ گو هستن، حتی سریعتر از تیکت پاسخ شما رو خواهند داد. کانال رسمی، همون چنل رسمی دریا گلد هم در این پایین دارید آدرس شما مشاهده میکنید. خب من وارد پنل کاربری میشم مجددا. قسمتی داریم ما تحت عنوان سوالات متداول. هر سوالی که شما داشته باشید در رابطه با احراز هویت، در رابطه با واریز و برداشت، معاملات و کارمزد، در رابطه با معرفی دوستان، میتونید اینجا سوالات خودتون رو بپرسید، هیچ مشکلی نداره. و عرضم به حضورتون قسمت اطلاعیه ها و قوانین کار کردن با سایت دریا گلد رو اینجا براتون آورده. بروزترین اطلاعات، اعلان ها که حالا میخواد عمومی باشه، میخواد شخصی برای شخص شما باشه، اینجا براتون لیست میکنه و نمایش میده. بریم سر وقت کار اصلیمون که انجام معامله هست. در رابطه معامله هم خدمتتون توضیحاتی رو من بدم. ببینید ما گفتیم معاملاتمون میتونه ریال باشه، واقعی باشه، با پول واقعی، سود و زیان هم واقعی هست. میتونه معاملات ما دمو باشه، آزمایشی باشه، بدون پول واقعی، با یک پول آزمایشی، بدون ریسک من میتونم معاملات خودم رو انجام بدم. بهتره در ابتدا از حالت دمو استفاده بکنید. چرا؟ چون دستتون راه بیفته، نحوه کار کردن با سایت دریا گلد رو یاد بگیرید و بعد که حرفه‌ای شدید، تونستید پول در بیارید، برید در حالت ریل وارد معامله بشید. خب من میخوام روی مظنه کار بکنم، در حالت دمو بهتون یاد میدم. مظنه دمو رو چپ کلیک میکنم و عرضم به حضورتون که با این صفحه من مواجه میشم. قسمت بالا که اخبار لحظه‌ای هستش، الان هیچ خبری نیست که بهتون بده. اطلاعیه ها رو در این قسمت براتون نمایش میده و میتونید اطلاعیه های مربوط به سایت رو اینجا بخونید. میام پایینتر 3 تا بخش دارم. ثبت سفارش، انجام معاملات در این قسمت انجام میشه. قسمت مربوط به چارت، نمودار و قسمت مربوط به دفتر سفارش ها. خب ببینید دوستان عزیزم، من از بخش وسط شروع میکنم. شما با این صفحه که چارت و نمودار هست در سایت های دیگه هم احتمالاً برخورد کردید، یاد دارید. الان من یه سری توضیحات رو بهتون میدم. من اگر روی این گزینه فول اسکرین بزنم، به صورت تمام صفحه به من نشون میده. اگر بیام دوباره روش کلیک بکنم، کوچک صفحه به من نمایش میده. من میتونم
از این قسمت اندیکاتورهای مد نظر خودم برای بحث تحلیل و آنالیز رو بارگذاری بکنم. نحوه نمایش کندل ها، به اینا میگن کندل. نحوه نمایش کندل ها رو من میتونم بیام تغییر بدم. الان به صورت کندلی داره به من نشون میده، میتونم به صورت خطی انتخاب بکنم، به صورت حجمی انتخاب بکنم، میتونم به صورت هیکنشی انتخاب بکنم. پس نحوه نمایش کندل ها رو میتونم اینجا تغییر بدم به صورت میله‌ای به عنوان مثال و من همین گزینه کندلی رو انتخاب میکنم. اینجا میتونم تایم فریم رو انتخاب بکنم. تایم فریم 1 2 3 5 10 15 30 دقیقه، 1 ساعت، 4 ساعت، 1 روز، 1 هفته‌ای و ماهانه رو میتونم بیام در این ناحیه انتخاب بکنم. یعنی هر کندل بیانگر اون تایمی هستش که من انتخاب میکنم. عرضم به حضورتون اینجا ابزارهای ترسیمی رو داریم. شما خط روند رو میتونید داشته باشید، ابزار گن یا همون گان رو میتونید شما داشته باشید، میتونید براش ها استفاده بکنید، هر چیزی که میخواید به صورت دستی ترسیم بکنید. میتونید چیزی متنی رو بنویسید، از ایموجی ها استفاده بکنید. تمامی ابزارهای ترسیمی رو در این ناحیه خدمتتون داره. خط روند، سطوح مقاومت، سطوح حمایت، همه اینا رو میتونید از این قسمت بارگذاری بکنید و ازش استفاده ببرید. و هر وقت شما ترسیماتتون رو انجام دادید میتونید روی گزینه اسکرین شات کلیک بکنید و از صفحه خودتون اسکرین بگیرید. حالا در شبکه‌های اجتماعیتون ارسال بکنید یا برای شخصی ارسال بکنید و این کار رو به راحتی میتونید انجام بدید. میایم پایین‌تر. نحوه ثبت سفارش. انجام معامله در این قسمت انجام میشه دوستان عزیزم. ثبت سفارش دو تا حالت داره. حالت سریع، اجازه بدید من اینا رو پاک کنم خب که بهتر توضیح بدم خدمتتون. حالت سریع و حالت اوردر یعنی سفارش گذاشتن. حالت سریع هم که یعنی همین الان میتونه براتون معامله رو باز بکنه. ببینید الان قیمت مزنه چنده؟ 64 میلیون و 283 هزار تومان. 64 میلیون و 283 هزار تومان یعنی چی؟ یعنی قیمت یک مسخال طلای 17 عیار. یعنی شما الان اگر این عدد رو مثلا 64 میلیون و 278 تقسیم بر 4 ممیز 33 18 بکنید، قیمت یک گرم طلای 18 عیار به دست میاد. 64 279 تقسیم بر 4 ممیز 33 18. الان قیمت طلا تقریبا 18 میلیون و 840 هزار تومان هستش و امکان داره که دوستان عزیزم خیلی وقتا سامانه دریاگلد مثلا قیمت دلار رو، حالا من پیچیده نمی کنم بحث رو، ببینید مزنه یک مسخال طلای 17 عیاره. قیمت مزنه این 64 میلیون تومان چجوری به دست میاد؟ حاصل ضرب قیمت طلای جهانی یا همون اونز ضرب در دلار بازار آزاد. خیلی وقتا چون مثلا در زمان جنگ بین ایران و آمریکا، ایران و اسرائیل، در زمان قطعی اینترنت، در زمان تعطیلی بازار طلا و دلار در تهران، خیلی وقتا خود سامانه دریاگلد میاد مثلا دلار رو یه قیمت ثابت در نظر میگیره، مثلا میگیره 150 هزار تومان، اما در واقعیت امکان داره مثلا 180 هزار تومان باشه. خب چرا؟ چون نرخ مصوبی برای دلار در بعضی از روزها مثلا در زمانی که جنگ وجود نداره، در زمانی که مثلا بازار فیزیکی دلار تعطیله، قیمت دلار بازار آزاد در نمیاد دیگه، ندارن دیگه. به همین جهت مثلا دریاگلد میاد دلار رو ثابت در نظر میگیره در مزنه و فقط با متغیر اونس بازی میکنه. پس بدونید این 64 میلیون و 276 هزار تومان قیمت یک مسخال طلای 17 عیار هست. مزنه یعنی این، شما دارید روی این معامله میکنید. در حالت سریع یعنی همین عدد، روی همین عدد من میخوام معامله‌ام باز بشه یا معامله‌ام بسته بشه. خب من میخوام روی همین عدد معامله‌ام رو باز بکنم. اما در حالت اوردر من میتونم سفارش ثبت بکنم، بگم الان قیمت مثلا هر مسخال طلای 17 عیار 64 میلیون و 290 هست. خب من میخوام به عدد مثلا 64 میلیون و 300 که رسید برای من معامله باز بشه. دو مدل معامله هم داریم. پس فرق بین سریع و اوردر رو متوجه شدیم. اوردر یعنی سفارش ثبت میکنیم، به این عدد به عنوان مثال رسید برای من معامله باز بشه. در حالت سریع نه، همینجا هر عددی که هست برای من معامله رو بیا بازش بکن. دو نوع معامله داریم، معامله خرید داریم، معامله فروش داریم. زمانی که بازار، دقت بکنید دوستان عزیزم، زمانی که بازار ریزشیه، شما اگر معامله فروش ثبت بکنی سود میکنی. یعنی
روند بازار نزولی ریزشیه. قیمت طلا مثلا بوده 20 میلیون تومان، داره میرسه به 19500. شما اگر معامله باز بکنید در جهت فروش، یعنی پیش بینی بکنی که قیمت داره میریزه، اون وقت سود میکنی. معامله خرید چه معامله؟ اگر ببینید در اینجا معامله ما خرید، اگر شما مثلا اینجا معامله رو باز کردی در عدد مثلا مزنه 64 میلیون تومان، رسیده به 64 میلیون و 500 تومان، شما داری سود میکنی. در جهت سود این معامله رو باز کردی، در جهت صعود، در جهت رشد قیمت اون معامله رو باز کردی، پس شما سود میکنی. خرید یعنی در جهت افزایش قیمت، فروش یعنی در جهت ریزش قیمت. به همین راحتی شما میتونی معاملات خودت رو بیای باز بکنی. اینجا گزینه داریم تحت عنوان حجم یعنی پورتفولیو. ببینید دوستان عزیزم، فرض بکنید الان من یه دونه پورتفولیو دارم، این پورتفولیو رو ببندم بهتون توضیح بدم. من دارم در حالت دمو معامله میکنم دیگه. فرض بکنید این پول من دمو نیست، واقعیه. من 1 میلیارد تومان موجودی دارم. نمیخوام کل این 1 میلیارد تومان رو من وارد معامله بکنم، دارم پورتفولیو خدمتتون توضیح میدم. نمیخوام کلی 1 میلیارد تومنم رو وارد این معامله بکنم. چیکار میکنم؟ میگم آقا از این 1 میلیارد تومن من فقط میخوام 5 میلیون تومنش رو وارد یک معامله بکنم. خب پس میام پورتفولیو میسازم، میام گزینه تحت عنوان افزایش پورتفولیو کلیک میکنم. 1 میلیارد تومن شما موجودی داری، میخواید چقدرش رو به معامله اختصاص بدی؟ مثلا من میگم آقا 2 میلیون و 300 تومن، یا اصلا 4 میلیون و 600 تومن، یا اصلا 5 میلیون تومن، 10 میلیون تومن رو من میخوام اختصاص بدم به معامله. رو گزینه افزایش کلیک میکنم. دقت بکنید دوستان عزیزم، خود سایت دریاگلد گفته حداقل مبلغ برای واریز و برای ساختن پورتفولیو 2 میلیون و 300 تومانه. الان من اینو پورتفولیو 4600 ساختم. ببینید موجودی کل من شد 995 میلیون و 400 هزار تومان. چرا؟ چون من یه دونه پورتفولیو 4 میلیون و 600 ساختم. از این موجودی کلی من اومده کسر کرده. خب پس الان من پورتفولیو رو ساختم. حالا میتونم به راحتی بیام مثلا پورتفولیو رو ببندم، رو گزینه بستن کلیک میکنم، میگه مطمئنی میخوای پورتفولیو ببندی؟ من میگم بله. یا میتونم انصراف رو بزنم. خب ببینید من هر 2 میلیون و 300 تومان رو برای من یه پورتفولیو در نظر میگیره، یه واحد در نظر میگیره، یک حجم در نظر میگیره. الان من 4600 موجودی پورتفولیومه، پس من میتونم 2 تا حجم رو وارد معامله بکنم. الان اگه 3 تا حجم رو وارد معامله بکنم، رو گزینه خرید بزنم، میگه موجودی حساب شما کافی نیست. چرا؟ چون من 2 واحد دارم، هر 2 میلیون و 300 تومان میشه یه واحد. الان اگر بیام اینجا من 2 رو انتخاب بکنم، به راحتی برای من معامله رو باز میکنه. رو گزینه خرید میزنم و الان سفارش من باز شد. الان سفارش من باز شده. اینجا دقت بکنید دوستان عزیزم، سفارش من در این عدد باز شده، در عدد 64 میلیون و 286 هزار تومان با 2 واحد باز شده. نوع معامله من خریده، از نوع سریع. زمانی که من معامله رو باز کردم ساعت 1:41 دقیقه ظهر هستش. الان 322 هزار تومان من در زیان هستم. ببینید داره کم میشه. یک معامله خریده، یعنی از این عددی که من باز کردم اگر به سمت بالا بره، صعود قیمت بکنه، من پولم رشد میکنه، پول در میارم. اما اگر بیاد پایین من متضرر میشم و ضرر میکنم. من هیچ حد سود و حد ضرری نذاشتم، اینا رو وارد نکردم. میتونم وارد بکنم و هر وقت معامله به این حد سود رسید، با سود معامله من بسته بشه. هر وقت معامله من به حد ضرر رسید، خب با حد ضرر بسته میشه، اما یک میزان جزئی من ضرر میکنم. میتونم رو گزینه ویرایش بزنم، بعد از اینکه معامله‌ام رو باز کردم بیام حد سود و حد ضررم رو من اعمال بکنم. میتونم رو گزینه بستن معامله بزنم و آنی معامله من حالا با سود هست یا با زیان هست بسته بشه. ببینید الان من 184 هزار تومان تو سودم، رو گزینه بستن کلیک میکنم، معامله من با 46 هزار تومان بسته شد. چرا؟ چون تا من بیام دکمه بستن رو بزنم چند تا رقم جابجا شدش. اوکی. خب ببینید الان موجودی پورتفولیو من به جای 4 و 600 شده 4 میلیون و 618 هزار تومان. خب چرا؟ چون من اینجا سود کردم، اومده کارمزد رو ازش کسر کرده و 18 هزار تومان سود من شده که اینجا به من داد. ببینید پورتفولیو شما میتونه یک واحدی باشه، پورتفولیو میتونه نیم واحدی باشه. پورتفولیو یک واحدی و نیم واحدی چه تفاوتی با هم داره؟ در پورتفولیو یک واحدی شما به ازای هر خط، به ازای هر عدد جابجایی، ببینید من الان
خب در عدد 264,286 وارد معامله شدم. در عدد 64,287 خب من از معامله خارج شدم. یعنی یک واحد، یک خط جابجا شده، 23,000 تومان سود کردم. اگر اینجا 46,000 تومان داره بهتون نشون میده، چون من 2 واحد داشتم. دقت بکنید 4% انتخاب کردم دیگه. 2 واحد داشتم من. خب و 2 واحد میشه 23,000 تومان، من ضرب در 2 میشه 46,000 تومان. اما من 46,000 تومان سود کردم. پس هر خط جابجایی به شما 23,000 تومان سود یا 23,000 تومان زیان وارد میکنه. به این موضوع دقت داشته باشید. ولی اگر من بیام پورتفوی نیم واحدی رو انتخاب بکنم، خب در حین ساختن پورتفوی به ازای هر خط جابجایی 11,500 تومان به من سود یا زیان میرسونه. به همین راحتی من الان من پورتفوی خودم رو میبندم، رو گزینه تایید میزنم. من موجودی اولیه‌ام 1 میلیارد تومان بود، الان شده 1,018,000 تومان. خب حالت سریع رو خدمتتون گفتم، حالت اوردر رو میخوام خدمتتون بیام توضیح بدم. یه دونه پورتفوی نیم واحدی میسازم، اصلا یک واحدی میسازم و میام رو گزینه افزایش پورتفوی میزنم. 2,300,000 تومان میخوام با یک واحد کار بکنم. رو گزینه افزایش میزنم، یک پورتفوی من ساختم و میخوام بیام معامله خودم رو ست بکنم. میگم حجم یه دونه، از گزینه اوردر استفاده میکنم، حجم یه دونه و در قیمت 64,293 یه دونه معامله فروش برای من ثبت بکن. اوکی، الان معامله من باز نشده. زمانی که به این عدد 64,293 برسه یه دونه معامله فروش برای من باز خواهد کرد. تا مادامی که به این عدد نرسه معامله رو بر من باز نمیکنه. به این موضوع دقت داشته باشید دوستان عزیزم. خب منتظر میمونم بیاد پایینتر. ببینید شده 64,296 به این عدد نرسیده. کم کم برسه معامله من باز میشه. بعد اینجا دوستان خدمت توضیح بدم، اوردرها سفارشات شما هست که هنوز بهش نرسیده. این قسمت معاملات باز که الان هیچ معامله بازی رو من ندارم. اگر معاملتون باز بشه اینجا بهتون نمایش میده. در قسمت تاریخچه هم نوع معاملتون، حجمتون، قیمت ورودتون، اینا رو میاد خدمتتون در صورت باز و بسته کردن معاملات بهتون توضیح میده و بهتون نمایش میده. ببینید دوستان، پس من به این صورت اومدم معامله خودم رو چیکار کردم؟ اوردر گذاشتم. میتونم بیام مثلا معامله خودم رو، اوردر خودم رو لغو کنم. من میام لغو میکنم، یه دونه معامله خرید باز میکنم. خب مثلا میگم که به عدد 64,300 که رسید بیا یه دونه معامله خرید برای من باز کن. اوکی، الان 64,300 اوردر منه، به این عدد نرسیده هنوز، 320. خب پس من یه دونه معامله دیگه باز میکنم، مثلا 64,320 گزینه خرید کلیک میکنم، مقدار حجم رو هم 1 میزنم و رو گزینه خرید کلیک کردم. الان ببینید این قسمت اوردر منه، به این عدد 64,300 نرسیده اما به عدد 64,320 رسیده. با یک واحد دارم معامله میکنم، رو گزینه بستن میزنم و تاریخچه رو نگاه بکنید شما. در عدد 64,320 من وارد شدم در این تایم و در عدد 64,332 وارد شدم. 274,000 تومان من با یک واحد معامله سود کردم. در قسمت اوردرها که برم میتونم بذارم این اوردرم باشه، میتونم لغوش بکنم. بهتون پیشنهاد میکنم وقتی میخواین اپهای سیستم بلند شید اوردرات خودتون رو لغو بکنید. خب خیلی راحت دیدید که من همین امروز 300,000 تومان با 2,300,000 تومان سود کردم. میام رو گزینه بستن پورتفوی کلیک میکنم، تایید رو میزنم و الان موجودی کل من به جای 1 میلیارد تومان شده 1,280,000 تومان. به همین راحتی. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. یک نکته رو تو پرانتز خدمتتون بگم. ببینید دوستان عزیزم، حتما برای ثبت نام در اتاق طلای دریاگل زیر این ویدیو یه دونه لینک گذاشتم. این لینکی که دارید مشاهده میکنید، روی این لینک کلیک بکنید. آدرس سایت دریاگل هستش. ثبت نام خودتون رو بر اساس این لینک انجام بدید. متاسفانه لینک های باطل، لینک هایی که هرزن در سایت های نادرست میرید شما حسابتون رو جعل میکنن زیاد شده. به همین جهت این لینک صحت سنجی شده است برای خود سایت دریاگلد. روش کلیک بکنید، ثبت نامتون رو انجام بدید. با این لینک اگر
ثبت نام بکنید هم تخفیف در کارمزد معاملات شامل حالتون میشه، هم بونوس هفتگی مجموعه ما میده 500,000 تومان، 1,000,000 تومان. بعد از اینکه حسابتون رو شارژ کردید هفته‌ای ماهانه ما بونوس تقدیمتون میکنیم، یعنی پاداش تقدیمتون میکنیم و علاوه بر این به رایگان میتونید وارد چنل VIP ما هم بشینید. بر اساس این لینکی که زیر ویدیو گذاشتم ثبت نام خودتون رو انجام بدید. بهترین را از خدا براتون میخوام موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.